ورودی دروازه شرقی تیزفون، هر گوشه شبیه تابلوی نقاشی، رنگین شده با حضور اقوام مختلف زیک و سورن و کارن. اقوام ایرانی هستیم، اقوام کارن، قوم سورن، قوم زیک هستیم، سورن سیستان بلوچستان و ملیت‌های مختلف، قوم هندی، قوم عرب، ما آفریقا، حافظ چینی، همراهانه ویشنو. اینجا کاروانسرای مرمر، جایی که قراره برگ مهمی از تاریخ ایران باستان به دست سلمان ورق بخوره. صدا، دوربین، حرکت. مرمر صاحب کاروانسرا رفته رفته حس مادرانه‌ای به سلمان پیدا میکنه. معماران و بافندگان و تقریبا یک جغرافیای وسیعی از ایران رو پوشش خواهد داد این بخش از زندگی حضرت سلمان. یعنی از فارس و جه و اصفهان گرفته تا برسیم به تیزفون که حالا این مسیر جغرافیایی تو جاده ابریشم رو باید بتونیم انشالله با کیفیت خیلی خوبی معرفی بکنیم به تماشاگران. بخش زیادی از تصویربرداری فصل ایران مجموعه تلویزیونی سلمان فارسی در شهرک تلویزیونی سینمایی ایران انجام میشه. الان ما نزدیک 20,000 متر مربع ساخت و ساز کردیم. تقریبا نزدیک 85,000 متر مربع اینجا ساخت و ساز دوره ساسانی خواهد. کاروانسرای مرمر که ظرف 4 ماه ساخته شد و مجموعه ماربین شامل بخش‌هایی مثل کتابخانه، آتشگاه، دیوانخانه، زندان، دروازه میانی، هیربدستان، سربازخانه و گنجخانه، میزبان صدها بازیگر و هنرور خواهد بود. شروع کل مجموعه سلمان با این فصل هست. برای اولین بار در تاریخ تلویزیون و سینما در ایران نمایی از ایران باستان داره به تصویر کشیده میشه. این فصل شاید اگر اشتباه نکنم سخت‌ترین بخش‌های ساخت مجموعه سلمان تو این فصل اتفاق خواهد افتاد. خب با یک مجموعه از هنروران و بازیگران خوشبختانه حرفه‌ای و مسلط به کار. مجموعه تلویزیونی سلمان فارسی در 3 فصل ایران باستان و دوران بیزانس و حجاز در دست ساخته. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تصویربرداری فصل ایران مجموعه تلویزیونی سلمان فارسی حدود 2 سال طول می‌کشه. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.